شخص دیگری پرسیده است زنا در خواب چی معنی داره؟ یعنی زنا با زن. در اینجا دو تا مسئله. یکمین اگر زنا با زن که اگر همون زن را بشناسی، اگر همون زن را بشناسی و دیدی که با همون زن زنا میکنی خوب نیست. اما اگر زن را نشناسی، آدم بیند که زنا میکند و زن را نمیشناسد، معناش خوبه در جهتی که دنیا برای همون آدم باز میشود، یعنی در کار و بار و در زندگیش بردباری پیشرفتیه. برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند از این دنیا برایم سه چیز محبوب بود، یعنی معقول بود: عطر یعنی دخی، زن یعنی زنهاش و نماز. از همین حدیث دلیل کرده مفسرین خوب میگن که اگر زنی بیگانه باشد، زنی را که نشناسید، در همون حالت اگر آدم زود بینند، معناش که کار و بار و مقصد چیزش کشوده میشود. بگیم اگر به اصطلاح تاجیکی بگیم پیش راهش کشوده میشن. میگن اسب سفید در خواب. اسب سفید در خواب زن است. خواب هم برادر نوشته است که خودش زن نداره و همین خواب است که اسب سفید سوار شده است، یعنی انشاءالله تعالی که زن میگیره. شمال سخت در خواب. این مشکلی است. یکان مشکلی پیش می آید یا اینکه یکان مشکلی پیش آمده بود. برادر نوشته است که پیش همین خواب دیده است. کرد و گوسفند در خواب. اصلا گوسفند در خواب دیدن خوب است، یعنی مال حلال است. مال حلال است. مادرش دیده است که در دستش گوسفنده، یعنی که ممکن کار کرده است، مال حلال کار کرده است. روز قیامت در خواب دیده است. روز قیامت در خواب دیدن یعنی از یک نمازها، یعنی نمازهای تهجد پیش وقت ممکن میخواند همین برادر، حاضر نخوانده است. همین خوابم ابن عمر رضی الله عنه هم دیده بود و به رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل کرده بود. رسول خدا گفت که نماز شب را نخواندی یا که نخوانده است، برای همین خواب دیدی. خب شخص دیگر میگه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم را دیدم اما زیارت کردن نتونستم. به این مسئله گفت دادیم اگر در حقیقت رسول خدا صلی الله علیه وسلم را دیده باشی، صفاتای رسول خدا را بدانی که ها در حقیقت من صفاتاش هم میدونم، هم در خوابم همین خیلی بود، همون شکل و صورت رسول خدا بود، اما زیارتش نکردی. برای اینکه زیارت کنی رسول خدا را، باز محنت میکنی، باز از سنتای رسول خدا صلی الله علیه وسلم کار میکنی، عمل میکنی که بعدا انشاءالله الله تعالی نصیب بکنه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم را بینی و زیارتش کنی. الله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از خوب ترسناک خیسی در دستی چپت 3 مرتبه کن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو. همین کفایه انشاءالله بهترینه. در جایی که نقل کردم همین خیلی کنی، اگر طبق سنت میشوه انشاءالله فایده میابی، ضرر نه. خب شخص پرسیده است که حج، یعنی خواب دیده است که حج رفته است. چی معنا دارد؟ معنی حج رفتن به دو معنا می شود. اگر الله قبول کند انشاءالله تعالی ممکن که حج روی، و به دیگر معناش که طاعت و عبادت رو به جا میاری، یعنی یکون کارهای خوب میکنی، یکون نمازات رو در وقتش میخونی، یعنی خیلی حج میکنی، یعنی دو معنا دارد. شخص دیگری پرسیده است که نماز، یعنی در خواب دست که نماز میخواند. معنی نماز خواندن در خواب یعنی به الله نزدیک شدن است، یعنی کامیابی است، کامیابی در دنیا و آخرت، پیروزی. و برادر یک چند کس پرسیده است که پاپوشیم را گم کردم در خواب. گم کردن پاپوشی یعنی وقتی آدمیزاد پاپوشی را گم میکنه نمیابه در خوابش، معناش خوب نیست برادر عزیز، معناش خوب نیست برادر عزیز. برای همین انشاءالله تعالی که فهمه مقصد خوبترش نگم، انشاءالله تعالی همین بهترش که معنا رو نگیم بهتره انشاءالله. خب یک چند نفر دیگه پرسیده است که در خواب
ماهی دیده است، یعنی شکار کرده است ماهی را، یعنی اون ماهی قپیده است در خواب چی معنی دارد؟ قپیدن ماهی در خواب معنای بسیار خوب دارد، یعنی خوب خوب است، رزق روزی است. یعنی اگر آدمیزاد بیند که ماهی میقپد رزق روزی است، خوب است، خوب به حد خوب است. اما اگر برعکس اگر بیند که ماهی او را خورده است، این بزیبه، این خوب خوبی خوب نیست. خب شخص پرسیده است که دیده است یک آدم مرده زنده شده است در خواب، این هم خوب خوب است. یعنی اگر همون آدم در حقیقت مرده باشد، یعنی وفات کرده باشد و یعنی تو را بینی که مثلا زنده شده، خوبش خوب است. یعنی هر کس هم آدمی که مرده است در حالت زنده نمیبینی. در چی جهت؟ برای اینکه الله تعالی در قرآن میگه که شهدا یعنی شهیدها زنده اند، مرده نیستند. پیغمبرها هم مرده نیستند، زنده اند. یعنی از این معلوم میشد که آدمی که مرده بود و در خواب زنده میبینی، در زندگی وقتی زنده بود یعنی آدم خوب و صالح بود، یعنی کامیاب است بعد از وفات هم. شخص پرسیده است که پیغمبر خدا را با پدرم نشسته دیدم. خب اگر در اصل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب دیده باشی، برای اینکه بفهمی پیغمبر خدا را دیده یا ندیده، باید که صفاتهای رسول خدا را بدونی. یعنی شیطان مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم خود چه کرده نمیتواند، یعنی شکل حقیقی رسول خدا صلی الله علیه و سلم خود چه کرده نمیتواند، اما میتواند که یک مرد سفید پوش، ریش سفید یا که ریش سیاهی، یگان مرد بزیب، شیطان خود به همون چیز کنه، آدم در وقت خوابش وسوسه کنه که همون رسول خدا است. اگر دیده باشیش بسیار یک چیز بگم، یک تحفه از نزد الله است. ممکن اگر سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم با جا میاری که برای خودت همین خیلی تحفه کرده است الله تعالی. خب شخص پرسیده است که کشتنی، یعنی دیده است که یک کسی دیگر را کشته است. خب اگر دیده باشی که یک شخصی را کشتی، اگر بشناسی همون آدم در خوب کشتهیش یا که نشناسیش، معناش که کسی را ظلم میکنی، یعنی یا اینکه کسی را ظلم کرده یا اینکه کسی را ظلم میکنی. یعنی بفهم که کی را ظلم کرده یا که کی را ظلم میکنی یا که حق تدبیر گرفته.